موفقیت پدیده پر رمز و راز است که برای برخی ها آسان اما برای عده دیگر گذشتن از 7 خانه رستم می باشد. اما آیا انسان‌های موفق آدم‌های متفاوتند؟ در این گزارش به داستان سونیا پناهجوی افغان در نروژ پرداختیم. بانوی از تاریکی‌های کابل با رویاهای بلند در نروژ. موفقیت در زندگی سونیا اینجا کلید خورد و اراده او به سوی پیشرفت نه بسان این موتر اما به هر حال سرعت گرفت. سونیا چالش‌های مهاجرتی را یکی پی دیگر عبور و در حال طی نمودن پله‌های موفقیت است. در حال حاضر ما به عنوان مشاور امور تحقیقاتی برای دانشجویانی که در مقطع دکترا و یا PhD از کشورهای مختلف جهان مصروف آموزش هستند در دانشگاه علم و صنعت نروژی کار میکنم. او اینجا نه تنها کار میکند بل تاثیر بسزایی بر محیط کار و همکارانش گذاشته است. برداشت ما از وی بسیار مثبت بوده. او فرد با پشتکار و با استعداد است، به طوری که من همیشه تحت تاثیر توانایی، هوش و ذکاوت او قرار میگیرم. کار کردن در دانشگاه نروژی علم و صنعت برای سونیا آسان نبود. او باید با دلتنگی‌های نروژ و جاده‌های خلوتش کنار می‌آمد، دوری از خانه را تحمل کرده و بر اهدافش متمرکز می‌شد. ما از یک فامیل بسیار بزرگ از یک کشور پر جمعیت آمدم، یک کشوری که جمعیت در اونجا بسیار کم است، در نروژ مردم بسیار کم است و مخصوصا بعد از یک چند هفته که من در نروژ بودم زمستان شد و چون نروژ بسیار یک زمستان سرد داره، اصلا در کوچه ها و مخصوصا در اون شهری که در اون وقتا ما زندگی میکردیم روزها هم اگر میگشتین نفر نبود. سونیا احمدی در سال 2008 از کابل به نروژ آمد. آن زمان او دانشگاه را در کابل تمام کرده و به 5 زبان نیز مسلط بود، اما هیچ کدام برای موفقیتش در نروژ کافی نبود. او باید برای آموختن زبان نروژی نیز آماده می شد. وقت جزء 35 دانشجویی شد که در یکی از دانشگاه‌های نروژ در رشته کارآفرینی راه یافته بود. عزمش برای رسیدن به اهدافش مستحکم تر شد. ما بعد از اینکه لیسانس خود در علوم سیاسی به دست آوردم، در صلیب سرخ مشغول کار شدم و فقط یک چند ماه بعد از اینکه کار کردم من تصمیم گرفتم که من باید پیشتر برم، بالاتر برم و ماستری خود هم بگیرم و امی بود که من بعد از یک چند وقتی درخواست کردم به خاطر که ماستری خود شروع کنم. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به کانال من. سونیا در کنار کار و مصروفیت‌های دیگر یک کانال یوتیوب نیز دارد و از این طریق برای جوانان افغان درس‌های کارآفرینی می‌دهد. من برای آینده برای کانالم بسیار پلان ها دارم. میخوایم که کیفیت ویدیوهای خود بالا ببرم و همچنان در مورد موضوعات برنامه بسازم که خود جوانا او را پیشنهاد کردن و گفتن که ما علاقه داریم در مورد از این موضوعات زیاد یاد بگیریم. در حال حاضر هم با یکی از نهادهای آموزشی رسمی در افغانستان مشغول گفتگو و کار در عرصه ارائه خدمات آموزشی ما از طریق مکاتب افغانستان در چندین ولایت مختلف هستم و ببینیم بخیر که چطور میشه. جدا از زندگی کاری و پرمشقت سونیا، زندگی شخصی او نیز جنبه‌های جالب دارد، اما بهتر است این بخش زندگیش را از زبان شوهرش بشنویم، کسی که ادعا دارد بیشتر رفیق سونیاست تا شوهرش. من و سونیا جان تنها شریک زندگی همدیگه نیستیم، بلکه دوست‌های خوب همدیگه هستیم. از این منظر و از این زاویه من سعی می‌کنم که اون دنیای بزرگ سونیا جان رو، اون آرمان‌های بزرگی که داره و اون آرزوها و رؤیاهای قشنگ و انسانی و مدرنی که داره، من جهان اونو کوچک نکنم.
با این همه سونیا مادر نیز است. مادر بودن در جوامع اروپایی تنها یک واژه نیست، بل مصروفیت است بسان یک شغل دیگر. او با شوهر و فرزندش گاه باسکتبال بازی می کند و به یگانه فرزندش می آموزد که توپ زندگی را چگونه در حلقه هدف پرتاب کند. اما چرخ زندگی او همچنان در گردش است، گاه با کار، گاه در خانه و گاه هم با ورزش و تفریح. روزها یکی پی دیگر پایان می‌یابد، اما زندگی همچنان ادامه دارد.